intro. سلام و درود به تمام بینندگان، با اونهایی که کانال های ما رو پیگیری میکنن، وارخ تیوی و سیمای مستقلی وارخ رو پیگیری میکنن. و این نوار مخصوص به بیننده های کانال وارخ تیوی روانه کرده می شود. اصلا این گفته ها را به کروش کبیر نسبت می دهند. این گفته هایی که در زیر می گویم به کروش کبیر نسبت می دهند و واقعا هم در خوری حال امروزه ما و شماست. پس رفتیم. اگر در دل کسی جای نداری، فرشی زیر پایش نشو. جایی که بودن و نبودنت هیچ فرقی ندارد، نبودنت را انتخاب نما. محبوب همه باش، معشوق یکی. مهارت را به همه هدیه کن، عشقت را به یکی. به هر رفتن اشک نریز و به هر آمدن لبخند نزن، زیرا آن که رفته باز گردد و آن که آمده برود. آنقدر محکم و مقتدر باش که با این محبت ها و مهرها زمینگیر نشوی. لازم است گاهی در زندگی بعضی آدم ها را کم کنی. لازم است گاهی در زندگی بعضی آدم ها را کم کنی تا خودت را پیدا کرده باشی. بعضی آدم ها را باید دوست داشت، اما بعضی از آدم ها را فقط باید داشت. بله، همه شما را دوست می داریم. و صفحه های ما در شبکه اجتماعی یوتیوب آبونه شوید. زنده باشید.